کاژدم در ساحل چپ و کایک در ساحل راست دریای سیر زیاد شده است. این حالت را متخصصان نقطه آسیب شناسی در شهر خوجند بعد معالجه مراجعت کنندگان خلاصه نمودند و آن به قید گرفته شده است. تا امروز 24 نفر ساکنان شهر خوجند محض از حساب نیش کاژدم آسیب دیده به دکتران آسیب شناس مراجعت نمودند. دکتران میگویند کاژدم بیشتر از خانه‌های کهنه زمیناکی میبراید. بیشتر وقت دست و پای انسان از نیش کاژدم آسیب میبیند. 47 نفر مراجعت با گردن گزیده مراجعت کرده بودند. با آنها یاری اولین جای گزیده شده خرخ‌کنی با معلول‌های بی‌دردکنی گذرانیده می شود. به جای گزیش یخ مانده می شود تا که با واسطه تار عصب به حرکت به بالا و جاهایی که بسیارتر دردی جایی وای می‌دهد حرکت نکند همون جاهاش رو ما کرخ میکنیم. تحلیل متخصصان آسیب شناسی معین نموده است که شماره کاژدمگزی در شهر نسبت به همین دوره سال 2019 کمتر می باشد. اگر سال 2019 47 نفر ساکنان خوجند از نیش کاژدم آسیب دیده باشند، سال روان یعنی سال 2020 همگی 24 نفر به نقطه آسیب شناسی مراجعت نمودند. این وابسته به حرارت هوا می باشد، میگوید دکتر آسیب شناس جمشید عبداللهیف. بسیارتر اون نیشی که کاژدم هنگام گزیش به ارگانیسم وارد میکند باید با طور عصب حرکت میکند. ولیش هنگام گزیش به بیمار خوفش همین که با دیگر الرژی شدنش ممکن اون آدمایی که ایمونیتش پست بسیاری حاضر به همین مابین همین 10 سال از کاژدم گزیده فالتیدن به نظر قید شدگیش نیست. از ساعتی که همون ساعتی که دقیق به دقیق ثانیه به ثانیه همون ساعتی که چند گزید تا همون ساعت بعد 24 ساعت درد یخ نه کم شده استاد نیست میشه دردش. یاری اولین طبی به شخص کاژدم گزیده این تا فرصتی آمدن به نقطه آسیب شناسی گذاشتن یخ به جای آسیب رسیده می باشد. همچنین بستن دستان با متا توصیه داده می شود تا زهر نیش کاژدم به قسم‌های دیگری بدن نگذرد. دکتران میگویند این عملها به خاطر پس شدن درد و پهن نشدن زهر کاژدم به تارهای عصب باید اجرا کرده شود. هنگام گزیش درد سخت آدمانی که هنگام گزیش هر خیلی موادهایی که در خانه هست روغن، سپیر، موادهای گرم با بسیارتر با اوج میگیرن بعد مراجعت میکنن آنها رو ما با موادهای نوکین لیدوکین کرخ میکنیم. نیش که به طور عصب وارد میشود و همون به درد سخت میده. ما بسیارتر همین توصیه میتونیم که بعد همین گزیش هنگام کرخ کنی مراجعت میکنم ما با دوامش رو توصیه میدیم که اون جای گزیش به هیچ وقت موادهای هرخیرده نسازند، مالش نکنند. از شعبه مؤسسه دولتی دزینفکسیون و پروفیلاکتیک شهر خوجند میگویند که شماره مراجعت کنندگان اوید به کاژدم همگی 8 حالت را تشکیل میدهد. بعد مراجعت ساکنان کارمندان این شعبه برای بی‌ضرر نمودن خانه‌های کاژدمدار از مایع‌های مخصوص استفاده کرده دزینفکسیون میکنند تا خزنده زهردار نابود کرده شود. هر سال از همین یکمی مای بیام اگر هوا گرم شود اساسا مراجعت بسیارتر میشد. پس بیاد اگر کمتر میشد برای کاژدم و کایکا چونکه با هوایم گرم بود جولیده میبرم برای همون خلق بیزایته میکنم اون با میدیم که بیزرار گردانده شود خلق مراجعت میکنم. امسال بخیالم هوا پست می یا که امسال کمتر طرز تیار کردنش هست و یه دانستن در کار و ما خواندگی دزینستروکتور میدانیم یاد میتیم کارگرها رفته همین بی‌ضرر گردانده میدیم. دست خلق دادن ممکن نیست این خیلی زهرداریه. ما هر خیلی داری نامش نمیگوییم و نمیتیم دست به نمیفروشیم فقط همین کارگرها رفته بی‌ضرر میگردانند. پهنشوی کایک از حساب نمی زیاد اساساً در تخخانه‌های بیناهای بلند آشیانه به چشم می‌رسد.
ин кайкҳо дар соҳили рости дарёи сири шаҳри хуҷанд бештар аст, чунки қисмати зиёди хонаҳои баландошона дар ин минтақа ҷой гирифтааст. корҳои безараргардонӣ дар ҳар ду маврид аз рӯи нархномаи шӯъбаи дезинфексия ва профилактика сурат мегирад. масалан барои кайк безараркунӣ 1 метри квадратӣ 0,163 дирҳамро ташкил медиҳад. ин нарх дар ҳамин масоҳат 0,75 дирҳам барои гаждум аст. کم کم اگر همین من دوریه میگم همین بر هست که همونه کشته ایستادن در کار یا کم تر باشه لیکن بسیار تا دارو خبر دادن در کار و بسیار میشه ده دارو تخمش زیاد میشه من همه که دیدم و من بیزاره گردانده نتونستم اومده گفتنشان در کار اصلا هوای تازه کردن در کار آفتاب دیدنش در کار برای کار اصلا همه جا آفتاب دیدنش در کار ҳамасола вобаста ба вазъи ҳаво хуруҷи ҳашарот паррандаву хояндаҳо дар шаҳри хуҷанд авҷ мегирад. имсол бошад мутахассисон танҳо аз хуруҷ ва зиёд шудани кайку каждум хабар медиҳанд ки барои пешгирии он корҳои профилактикӣ саривақт баъди муроҷиати сокинон анҷом дода мешавад. гузориши мафнушкур ва наимҷон айюбов барои барномаи иттилоотии хабар.